ویدیو رو میسازم که ببینیم چرا آدمان بعضی رسانه ها رو فاند میکنن و چطور یک رسانه میتونه یک جنبش رو هایجک کنه. اگر کانال منو مدتی که دنبال میکنید میدونید که معتقدم در دوره ما جنگ اصلی جنگ روایت هاست. متاسفانه در زمانی زندگی میکنیم که جلوی چشمون حقیقت رو تحریف میکنن و چون امکان راستی آزمایی نداریم به ناچار باور میکنیم. در چند روز ابتدایی اعتراضات و اعتصابات سراسری دیدیم که چطور رسانه های مثل ایران اینترنشنال و من و تو و ایندیپندنت فارسی و خیلی های دیگه، حتی BBC فارسی، شعارهای جاوید شاه رو تیتر زدن و باقی شعارها به حاشیه رونده شد. از اون طرف خیلی از این ویدیوهایی که این رسانه ها نشر داده بودن با شعار جاوید شاه در پس زمینه صدا دوباره پخش شد، اصلا با صداهای کاملا متفاوت، و ادعا این بود که این ویدیوهای اصلیه و اونها شعارهایی بوده که صداگذاری شده، که متاسفانه من امکان راستی آزمایی هیچ کدوم رو نداشتم. دیدم چاره‌ای نیست جز این که خودم بشینم بررسی بکنم. بنابراین از 3 کانال تلگرامی وحید آنلاین، راه سوم و اعتراضات بازار تعداد زیادی ویدیو، بالای 100 و خورده ویدیو من دانلود کردم بین بازه زمانی 7 تا 10 دی و توضیحاتشون رو هم همه کپی پیست کردم و دونه دونه شعارهایی که شنیده میشه رو یادداشت کردم. بعد همه اینا رو دادم به چت جی پی تی و ازش خواستم که به من بگه کدوم شعارها بیشتر از همه تکرار میشه. شعارها مجموعاً از اعتراضات اقتصادی شروع شد، اما خیلی زود به مطالبات سیاسی رسید. ابتدا بیشتر میشنیدیم نترسید ما همه با هم هستیم، ببندید، یا بیشرف خطاب به مغازه‌هایی که هنوز باز بودن و بعدها خطاب به سرکوبگرا، آزادی، دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، بی غیرتان نشستن کاسه بیار وسن، بازاری با غیرت، حمایت، ما از تبار خونیم تا آخرش میمونیم، امسال سال خونه سید علی سرنگونه، مرگ بر خامنه‌ای قاتل، حکومتش باطله، بعدش جاوید شاه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، توپ تانک فشفشه، آخو ماگون بشه، مرگ بر گرانی، وقت اتحاد، وقت انقلاب، زن زندگی آزادی، مرگ میهن آبادی، رضا شاه روحت شاد، نیروی انتظامی حمایت، دانشجوی آزاده اعتراض، فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی، مرگ بر جمهوری اسلامی، تا آخون کفن نشود این وطن نشود. و البته شعارهای دیگه‌ای که مطمئنم اگر که وقت بیشتری داشتم و همه ویدیوهایی که موجوده رو دانلود میکردم حتما میتونستم یادداشت کنم. این ویدیو رو ساختم که نشون بدم چطور رسانه میتونه به راحتی یک جنبش رو که مردم براش از جونشون هزینه میذارن به تصاحب خودش در و جهت بده.